سلام دوستان، اسم من رادینه و خوش اومدید به این ویدیو. اومدم این 4 تا از اتچمنت های ناب کالاف رو بهتون نشون بدم که یکیش 117، یکیش کیو کیو، یکیش هم مادوکس اگه اشتباه نگم. خیلی هم گان نابیه مخصوصا توی آلکاتراز. اینم آر آی اس بود فکر کنم اگه درست ترجمه کنم. بله ببین قشنگ بگیم بهتون اینه که 117 که من به شخص واقعا خیلی گان خوبیه، خیلی هم استفادهش میکنم. حالا به خاطر میتیک بودنش نه، اتچمنت خیلی خوبی پیدا کردم باسش. خیلی میتیک هم هست، خب یه ذره دمیجش رو برده بالاتر. بعدی هم که کیو کیوه، اگه پیدا کنم واقعا برش میدارم، پیدا نکنم که هیچی دیگه گانای دیگه برمیدارم. اگه شاتگان پیدا نکنم، بیوای کیارم ایسس پیدا نکنم، کیو کیو گانه مورد علاقه منه. بعد اینم که مادوکس رو بدم توی بتل رویال یا آلکاتراز خیلی استفادهش میکنم. اینم اتچمنتشه. بعدی هم که همون ای آر اس، اینم اتچمنتشه. اینم لیجند خیلی وقت پیش اومده بودش. بله و دوستان فردا هم ویدیو داریم، ویدیو کالافه، خواهیم بریم پلی بدیم آلکاتراز. حتما بیای سر بزنید، چنل ما رو ساب کنید و لایک هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.